سلام دوستان، یکی از چیزایی که جدیداً خیلی جلب توجه کرده این عینک‌های هوشمنده. حالا شاید بپرسید عینک هوشمند مگه عینک هم هوشمند میشه؟ آره. این عینک یه عینک خاصیه، تازه اومده. بهتون قول داده بودم چیزایی که جدید میاد رو براتون بذارم. عینک طبی، یعنی قابلیت اینکه شیشه طبی روش بندازین رو داره و قابلیت آفتابی شدن هم داره. از این حالا بازش کردم نشونتون میدم. آنباکس در واقع آنباکسش که میکنم براتون، قاب دودی داره، میتونید دودیش هم بکنید. و حالا قسمت جذاب و هوشمندش اینه که شما با استفاده از همین عینک میتونید تماس بگیرید و آهنگ گوش کنید. آره، خب بریم سریع بازش کنیم. خود عینک که توی یه جعبه اینجوریه، یه کابل شارژ داره و یه دونه کیف چرمی داره، خیلی جنسش خوبه. این چیه توش؟ آره، این مال خود عینک و اینم چی توشه نمیدونم. آره، دفترچشه. دسته‌بندی خیلی با کیفیتی داره. برندش بچه‌ها نورد پلاس هست. حالا آدرس فروشگاه اینجا هم براتون میذارم که اگه خواستید بتونید تهیه کنید. و بریم سراغ خود عینک. به این الان خود عینکه و اینکه این گفتم بهتون قاب دودیه و میتونید قاب دودیشو بردارید و به صورت طبی استفاده کنید که میتونید در واقع شیشه طبی بندازید روش. و دیگه آره، همین که میبینید اینجا دوتا اسپیکر داره و میکروفون که وقتی این روی گوشتون میذارید هم میتونید باهاش موزیک گوش کنید و هم باهاش مکالمه انجام بدید که نمیدونم، یکی از چیزای جدید خیلی باحالیه. من خودم خیلی خوشم اومده ازش و اینکه خیلی هم اینه که خوشگلیه دیگه. یه حالت فریم جالب و استانداردی داره، خیلی قیافه عجق وجقی نداره. و همین دیگه. اگر که خواستید میتونید حتما اینو تهیه کنید. توی دیسکریپشن براتون حتما آدرس پیجشون و آدرس مغازه‌شون رو میذارم. و شارژرش هم از این نمیدونم پیدا باشه یا نه. این مثل ساعت هست که اینجوری میچسبه پشتش اینجوری. و چیز دیگه این نداره اصلا، یعنی خیلی هم این قسمت دستش خیلی بزرگ نیست که پیدا باشه. عینک خاصیه، شبیه عینک‌های معمولی کاملا، ولی با قابلیت مکالمه و آهنگ. قیمتش هم حتما براتون میذارم، قیمتش خودم هم نمیدونم هنوز. قیمت رو براتون تو دیسکریپشن با آدرس پیج براتون میذارم تا بتونید اگه دوست داشتید خرید کنید. امیدوارم که بهتون کمک کرده باشم توی دیدن تکنولوژی‌ها و خرید اونها.